سلام بچه ها، چطورین؟ من صدفم. بیایم با هم امروز بریم دلوار واسه خرید. شنیدم کلی جنسای کیوت و اورجینال میشه از اونجا پیدا کرد. البته میگم بریم ببینیم چیزی میتونیم پیدا کنیم یا نه. بزن بریم. ما اینجا رسیدیم به اولین مجموعه تجاریش، چون چند تا بودن. به محض ورودمون کلی مغازه بودن که کالای اورجینال خوراکی و بهداشتی داشتن. این مغازه هم چند تا لباس سنتی خوشگل داشت. یه ماگ فروشی خیلی گوگلی پیدا کردم ولی بسته بود. خیلی ماگاش کیوت و بامزه بود. چند تا مشتمه است. الان میخوایم بریم اون بر خیابون. تعداد مغازه هایی هم که جهیزیه عروس میفروختن خیلی زیاد بود. این کیوتا رو ببینین، خیلی تم هالووینی داشتن. این ورم هست، خیلی نازن. این مغازه هم که قشنگ منبع ماگ بود. کلی ماگ داشت با کلی تنوع زیاد. من عاشق شمعم، هر جا شمع میبینم دلم قش میره. اینا هم که قشنگ تم کریسمسی بودن. نکته مثبتش این بود که تمام وسایل برقی اورجینال رو به راحتی میتونستین توی مرکز خریدا پیدا کنین. کلی مغازه هم بودن که لباس خونگی با کیفیت و اورجینال داشتن. فکر کنم به اسم مغازهای بنگلادشی اینجا معروفن که واقعا جنس کاراشون عالی بود. راستی اینجا کلی مغازه تهلنجی هست که وسایل اورجینال مثل آرایش بهداشتی و خوراکی و در واقع هر چیزی که فکرشو بکنید رو دارن. سلام، چطورین؟ من برگشتم از خرید. اومدم که خریدام بهتون نشون بدم و راجع به قیمت ها بگم. بچه قیمت ها اول از همه اینکه خیلی قیمت ها خوب بود. کلی کالای اورجینال میتونستیم پیدا کنیم. وسایل برقی خیلی زیاد بود. توی ولاگ براتون یه جاهایشو فیلم گرفتم و وسایل برقی ها با مارک های خیلی خوب و قیمت های عالی. واقعا قیمت ها خوب بود و اینکه الان فصل خوبیه، تعداد مسافر اینجا کمه. همین باعث شده که خب قیمت ها خیلی خوب باشه. یکم شاید وقتی که شلوغ میشه یک کوچولو افزایش قیمت هست. اول من این پیراهن رو برای خودم گرفتم. دارین خوب بهتون نشون بدم. این پیراهن رو از یه سری فروشگاه ها اینجا هست با یعنی سردراشون زدن H&M و یه سری کالاهای مثلا بنگلادشی و اینا میانن. این یه پیراهن خوشگله، حالا اینجا خیلی مشخص نیست، بعد بلنده و فکر میکنین چند این 200 تومن و خیلی هم جنسش خوب و خیلی لطیفه. واقعا خیلی قیمتش خوب بود. البته این تو آف بود، یعنی رگالی داشتن، رگال آف و رگال غیر آفشون هم کلا مثلا زیر 400 اینا بود توی پیراهن و تیشرت و اینا. بعد یه پیراهن دیگه، این هم خرید مامانمه، یه کار مجلسی خیلی خوشگل. اصلا نمیدونم واقعا توی فیلم این خوشگلیش میافته، اینا واقعا لطیفه. اصلا یه کار خیلی نگاه کنین قشنگ جمع میشه. اینم از همون مغازه گرفتیم. اینم تو آف بود و اینم قیمتش 200 تومن بود که خیلی خوش قیمت بود. بعدش یه خرید دیگه خودم انجام دادم. البته خیلی از این خرید مطمئن نیستم، ببینم موقت از این مغازه خرید کردم. یه دونه عطر خریدم که گفتش که موندگاری خیلی خوبی داره. از این عطرای
که اینجا توی جنوب خیلی زیاد هست. یه بوی خیلی خنک و خیلی خوبی داره و خیلی هم قیمتش خوب بود. اینم فکر کنم 30 میل هست، گفت موندگاریش فوق‌العاده است. هم 265 تومن بود. به نظرم خیلی خوب بود، گفتم استفادهش کنم اگه موندگاری خوبی داشت که بگیرم. من معمولا عطرا رو بزرگم میگیرم ولی این 30 میل و اینا کوچیکه و برای توی کیف و اینجور چیزا خیلی مثلا راحت میشه جابجاش کرد. این عطر انقدری رو معمولا واسه این میگیرم. اینم که خیلی بوش رو دوست داشتم، امیدوارم که موندگاری خوبی هم داشته باشه. و همین، مرسی که تو این ولاگ همراه من بودین. من اینجا ولاگ رو تموم میکنم و خوشحال میشم که اگه دوست داشتین لایک کنین و سابسکرایب کنین.